زندگی افسوس بهر بندگی، زندگی به بندگی شرمندگی است. اولا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته و کل بینندگان شبکه کلید اسرار. با شما هستیم صدای امید. خداوند هر یکی ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت فرماید. برادران عزیز، با ما یک برادر یک عکسی رو روان کرد. این نوشته جوتوش کسی که همین دختر رو میشناسد، جای ببیند، در همین رقم ها مراجعت کند. همین خواهر طول 8 ماه می شود که از خانه بیرون می شود و تا حال جستجو کرده ایستادن نیافته سیانشه. کسی جای می بیند و می دونه در کجا بودنش، به همین رقم ها مراجعت کنین. ما را شوهر همین خواهر نویسته است که ساعت 1 شب بود از خانه بیرون شد، تا حال جستجو میکنیم نمیابیمش. اگه سببش هم نمیدونن در چی سبب باشد، با چی سبب برآمده باشد. شاید کسی او را برآورده باشد، شاید یگام واقعه شده باشد. خدا میدونه. دو همان خواهرمان از همین سبب این برادر به ما مراجعت کرد که همین یک بحر مردم نشان بده که اگر جایی ببینند، یک اونجا بشناسند، بدانند، خواهش میکنیم که به ما مراجعت کنند. انشاءالله که این همکاری یک خیری هست. باور کنین این خیلی واقعیات در خداوند هیچ کس در سر هیچ کس نوارد. خیلی عذاب هستند. یک نزدیکت از نزد دور می شود. همسرش بوده است. در تصور کردنش وجود انسان در لحظه می درآید و چقدر غمگین، چقدر بی‌طاقت می شویم که این برادر به ما خواهش کرد. در تلویزیون هم دادگی هستن این عکسشون، اما میگه یکم نتیجه ای نداد، تا حال پیدا نکرده ایم. خیلی شاید که کسی ببیند از تماشابینای ما. اگر ببینید خواهش میکنیم به همین رقم ها زنگ زنید و به همین برادر بگویید که در همین خیلی جا هسته. خوب میگذاریم به دیگر برادر. یک برادر دیگر، یک برادرشون گم شده است، عکسش رو به ما روان کرد. من همین عکسشون کسی جای ببیند، اینش رو هم به مثل همین برادر این همین رقم ها مراجعت بکنین تا که این برادر رو دریافت کنن. همین سبب اگر بخواین که همین زود پیدا شود، نوارا بگیرین پهن کنین در ادنکلسنی که ایما و واتساپ و دیگر سایت ها. انشاءالله که یک کمک می شود. هم یافتم که شد، انشاءالله شما ثواب میگیرین. یافتم که نشه، شما ثواب میگیرین که به خاطر کاری خیر شما همین پهنش کردین. بیا یک دستگیری کنیم، هم دیگر ما دستگیری کنیم و انشاءالله همین نوارا پهن کنین تا اینکه این خواهر و برادر را دریافت کنن. خوب وقت رو زیاد نمیگیریم. میندار هستیم از همتون که در شبکه ابونه میشین، در لایک میمونین و بهترین کامنتاری رو مینویسین. همیشه در حقتون دعا هستیم. فی امان الله.